بسم الله الرحمن الرحیم. از برادران عزیز بنده تشکر میکنم که محبت کردید و در تجمعی که متعلق به خودتونه، در وطن خودتون، در موطن خودتون شرکت کردید و در این گرمه محبت میکنید و صحبتهای بنده رو گوش میکنید. تمام تمایز ترکی، جمالزاد، برادران عزیز جمالزاد، برادران عزیز بودی، برادران عزیز شکره، دهگاه، ناصرو و جیهون و عزیزان جیهون که خدمتشون همگی ارادت داریم، بنده تشکر میکنم که در این اجتماع شرکت کردیم و همدستی خودتون رو و پایبندی خودتون رو به انسجام قومی و پیوندهای عشیرتی نشون دادید. در سفر اخیر مقام معظم رهبری اگه توجه فرموده باشید، مسئولین اون روستان متاسفانه کم‌لطفی کردند. به رغم اینکه اشوایه فارس از محدود روستانهای ایران هست، یا شاید میشه گفت تنها استان ایرانی که به اشوایه رسیده جامعه اشوایه فارس چه در جنگ‌هایی بودیم، زمانی که انگلیسی‌ها چه مرحله به ایران هجوم آوردن از زمان محمدشاه بازار و بعد اسماعیلی‌ها در دوران قاجاریه اشوایه جنوب اشوایه فارس بودن. از اشوایه جنوب که از دوران با بوشهر حدود فارس بزرگ که تمامیت ارض ایران را حفظ کردند، استقلال ایران را حفظ کردند. بالای انگلیس‌ها جنوب ایران را تجزیه کرده بودند و اگر اشوایه فارس نبودند الان جنوب ایران سر شهرنشینایی مثل شهرنشینان فعلی خلیج فارس. در دوران پهلوی هم شما اگه به تاریخ مراجعه کنید ببینید که بزرگترین شاهنشاه‌های ضد حکومت پهلوی در 1307 با شهادت سران قیام که تعدادی از اونها از سران اشایل ترکی بودند که دیوانه شدند، مرحوم مولا سرمست، مرحوم مولا مهدی، مرحوم عبدالله عموی بنده و دیگران، مولا لطفعلی فرزندی، اگه اشتباه نکنم مولا لطفعلی و دیگران که به شهادت رسیدند در قیام بزرگ اشایل 1107-1111 تا اشایل فارس بودند که بزرگترین جنگ‌های ضد استبداد حکومت رضاخان را سازمان دادند. و بعد هم در دوران محمدرضا شاه باز اشایل فارس بودند که پیشگام بودند در قیام علیه حکومت جائر پهلوی. و ما سرخی‌ها به خصوص افتخار می‌کنیم، مباهات می‌کنیم که از محدود ایران و شاید بتونم بگم تنها چیز و عشیره و منطقه‌ای بودیم که از نسبت حضرت امام در زمستان 1146 حمایت کردیم. اسباب موجوده، مدارک موجوده، مدارک خیلی قابل انکار شده در کتاب نهضت امام خمینی آقای سیدحمید روحانی جلد اول چاپ شده در مورد اسناد انکار ناپذیر که اعلامیه اشایل ترکی را که اشایل ترکی خودش را با قدری اسلام روحانیون و آیت الله خمینی خوندن در اون فضایی که هنوز امام مرجعیت وحدی را پیدا نکرده بودند و امام ایران هم شناخته نمی‌شدند و جانبازی کردند. مردم کوهمره طبق اون چیزی که بنده تحقیق کردم، یعنی زمانی بنده مثل همین جوانایی که هستن و الان رفتم وارد دانشگاه واقعا ما نمی‌دونستیم چی هستیم از نظر قومی. به ما میگفتن تو چیز پشمایی هستید؟ میگفتیم نیستیم. میگفتن دور هستید که ما تصور می‌کردیم دورن. خب بنده در مورد فراموش کوهمره تحقیق کردم. 20 سال زندگی مثلا اینا موضوعی که متوجه شدم که مردم کوهمره هم از
بچکی، اما از سرخی عزیزان بچکی هم اینجا لطف کردن حضور دارن تا توانایی که سمت دیگوات میشونن به نکیلا بینده تا منظور دشت دور همه بقایای توانیت کهن ایرانی هستند که از دوران ساسانی از دوران قزلستان بودن و جز اولین قبایلی هستند که به تشیع گیرند. لباس از کامل از ابن اصلی و منابع تاریخی دیگه مراجعه بفرمایید می‌بینیم که اولین قبایلی که اینو من در دارات المعارف تشیع در مقاله گیر در جلد اول دارات المعارف تشیع گفتم اولین قبایلی که در ایران به تشیع گراییدن اشرایر و مردم کوفه بودن که من دیگه تشکیل نمی‌کنم صاحب غیر صوفی که مصاحبه کنم هست کل قبایل کل مردم منطقه کل مردم شمولی منطقه بودن این اتفاق رو دارن که به اولین شیعانی هم بودن که در زمان که در بودن همه کردن اهل تفنن هم این متنصر بودن که از اون همه امامزادی که در ایور هست که من تنگدر می شدم از این که در میکنه تنگدر در قصده من خوندم امانت بزرگ میکنیم که در قرن هفتم در کشتار شیعان در سراشده به شهادت رسیده به ایور شهری بوده در روستای باویور دروازه ایور بوده. خب برغم این سابقی افتخار آن متاسفانه منطقه کوهنورد محروم بود تا حوالی سال 74 تقریبا میشه گفت که تمامی کوهنورهای استان فارس آسفالت شده بود و میشه گفت که به تمام مناطق استان فارس همه امکانات رسانه‌ای تا زمانی که جناب آقای بشارتی معاون